اینجا در کابل دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرم با نشر گزارش میگوید که روند مصرف مواد مخدر در افغانستان به سوی مواد مخدر مصنوعی و سوی استفاده از داروهای طبی در حال تغییر است. در این گزارش آمده که مردان 46% چرس، 19% تریاک، 11% تابلت کا و 7% شیشه یا متامفتامین استفاده می کنند. آلیورس دولپ، نماینده منطقه‌ای دفتر سازمان ملل برای مواد مخدر و جرم برای افغانستان، آسیای میانه، ایران و پاکستان تصریح کرده که ارزیابی‌های آنان نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر رابطه نزدیک با فقر، بیکاری و فشارهای اقتصادی و همچنان نیازهای درمانی برآورده نشده دارد. این گزارش به سنگینی بار اقتصادی مواد مخدر نیز پرداخته و در آن آمده که هزینه مصرف متامفتامین میتواند تا 138% عاید روزانه یک کارگر روزمزد و 67% عاید روزانه یک کارگر مسلکی باشد. تحقیق استفاده از مواد مخدر در افغانستان در سال 2025 نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر در افغانستان ارتباط نزدیکی با فقر، بیکاری و نیازهای درمانی برآورده نشده دارد. این آمارهای مهم توسط نهادهای سازمان نشان دهنده آن است که میلیون‌ها مرد، زن، دختر و پسر افغان به این معضل دچار است و نیازمند همکاری‌های بیشتر است. این گزارش که با حمایت مالی برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان و همکاری سازمان جهانی صحت به نشر رسیده بر راه‌های پیشگیری از گسترش این معضل نیز پرداخته است. در این گزارش آمده که حفاظت از جوامع و کاهش تقاضا در کنار حمایت‌های اجتماعی و کمک به اشتغال به منظور کاهش فقر، درد و رنج مردم می‌تواند به عنوان راهکار مؤثر دانسته شود. استفن رودریگز، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان، با تاکید بر همکاری سایر نهادهای سازمان ملل در این زمینه میگوید که این گزارش تصویر واقعی از مصرف مواد مخدر در افغانستان است و باید همکاری‌ها در این زمینه گسترش یابد. این تحقیق نشان دهنده چیست؟ ابتدا نشان دهنده تصویر واضح ظرفیت و اوضاع مرکزهای درمانی در سراسر کشور است. در قدم دوم نشان دهنده آن است که کی در خطر قرار دارد و زندگی نامه آنان چگونه است و در قدم سوم این نشان دهنده آن است که باید در کدام بخش برای ارتباط صحت با زندگی سرمایه گذاری و برنامه ریزی شود. در بخش دیگری این گزارش آمده که خلای جنسیتی برای درمان مبتلایان به مواد مخدر از سوی امارت اسلامی وجود دارد و تنها 29% زنان و 53% مردان از خدمات درمانی در درمانگاه‌ها مستفید شدند. این گزارش افزوده که خلای عمده در توزیع دسترسی، کیفیت و پوشش جنسیتی وجود دارد و در نزدیک به 2/3 مرکزها تنها به مردان خدمات ارائه کردند و زنان همچنان نیازمند توجه جدی هستند. این تحقیق نشان دهنده ی تصویر واقعی از استفاده مواد مخدر در افغانستان است و ما را کمک می‌کند تا در مقابل این چالش که مردم و جامعه در افغانستان با آن روبروند ایستاده شویم. این اقدام نشان دهنده همکاری نهادهای سازمان ملل است و ما متحد به همکاری در این زمینه هستیم. این در حالی است که 3 روز پیش مرزبانان تاجیکستانی از کشته شدن 3 قاچاقبر مواد مخدر در مرز با افغانستان خبر داده و به دنبال آن امارت اسلامی ضمن تایید این مسئله گفت که امارت اسلامی در هماهنگی با مرزبانان تاجیکستانی در حال نابودی این پدیده دیدینه است.